ما در ایرانیم. راه خطی آمدیم کراچی. ای شنبه تهران پریدیم، ای تهران تاکسی داشتیم میریم کراچی. اتوبوس خطی بیاید زمینی بچه ها خطی آمده است انشاءالله که باید یریوان برسیم. این نوار را چندی از شهروندان تاجیکستان هنگامی بیرون شدن از ایران ثبت کردند. آنها روز 28 فوریه به ارمنستان رفتند. بعد آغاز حمله امریکا و اسرائیل دهها تاجیکستانی که در ایران بودند این کشور را ترک کرده از راه زمینی به آذربایجان و ارمنستان و ترکمنستان وارد شدند. ماه‌های اخیر تاجیکان برای تجارت و طبابت و جهانگردی به ایران زیاد سفر می‌کردند. سلام، من در دبی قرار دارم. در بگیم رایون البرشه. وضعیت امروز خیلی خوب است. یگان چی مشاهده نمی شود. مردم هستن ولی خیلی کم در بیرون. فردوس در دبی با تجارت مشغول است. میگوید 2 روز گذشته صدای ترکیش شنیده میشد و پی هم پیام و هشدار میگرفتند که از خانه نبراید. دیروز شب و چند مرتبه ما شنیدیم در بگیم شهری در رایون شهرده قرار داشتیم. اونجا چند مرتبه امی صدای مشکو می برآمدند و سوت یعنی همون هشداری هم میدادن که مثلا از خانه نبرید، در جای امن قرار بگیریم. یک چند بار گرم دادن تا خبشینی ها می آمدن. ولی دیگه مردم یک کمتر در ترس بودن، یک کمتر پنیک دادن. مردم زیاد به بیرون می برآمدن. یعنی به همون طوای باغچه ها و به همونجا بسیار رفتن در بیرون نیستدن. اکنون دیروز ما را بسیار کارخانه ها تعطیل اعلام کردن. گفتن به کارخانه نبرید. بسیار جاها محکم بودن کار نمیکردن. دیروز همه مردم تعطیل کردن، اما امروز هیچ جب نیست. همه مردم به کار برآمدن. ما امروز در کاریم. خیلی وضعیت خوب است. تجربه دیگر هم هستن اینجا بسیار خوب هستن. همه کسی زیان نزدید، همه خوب هستن. اما در دید همه یک کم خوف ترس هست شایده میشه. هم صحبت ما میگوید حالا نیتی بیرون رفتن از آنجا را ندارد چون پرواز و راه خارج شدن هم نیست. یگانه راه این سفر با ماشین به سوی عمان و سعودی است. نگاه میکنیم که ایرپورت ها باز میشوند، بعد شاید راهی برآمده شکستیم. الان همه ایرپورت ها بسته هستند. یگان سامانیات نمیپرند. در جدول پروازهای فرودگاه دوشنبه هم دیده می شود که پرواز به دبی، کویت و برخی از دیگر کشورهای خاور میانه بیکار شده است. اما هواپیمای سامان ایر نیمه روز 2 مارس از جده به دوشنبه آمده طبق جدول شبانه پروازی بازگشتی انجام داده است. این خط سیر بیشتر برای سفر حج استفاده می شود. اما برخی از زائران تاجیک می گویند در راه بازگشت به مشکل روبرو شدند. یک نماینده شرکت آرمان که زائران را از تاجیکستان به حج عمره می برد گفت آنها از آغاز ناآرامی در کشورهای منطقه هیچ گروه را به عربستان فرستادند. برخی از تاجیکانی هم که در اسرائیل کار و زندگی دارند میگویند راهی بازگشت بسته و وضع نگران کننده است. اناهی تعدادی خدا خبرنگاری تاجیک که در نزدیکی حیفا زندگی میکند میگوید در این کشور وضعیت کاملا جنگی است. در کارخانه ها، مدرسه ها یعنی دانشگاه ها همه جا بستند و طبیعتا همه آنهایی که دانشجو هستند در دانشگاه ها درس میخونند به واسطه آنلاین درس میخونند. دیگر مردم گفته شده است که همیشه خبرها رو دنبال بکنند و وقتی که سیرین زده می شود حتما باید به پناهگاهی که نزد آنها است اونجا بروند و همه منتظر آن هستند که کدام وقت دیگر فرودگاه باز شود و شهروندان خارجی دیگر میتوانند پس به کشورهای خود برگردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 2 مارس به شهروندان توصیه داد که با توجه به وضع فعلی از سفر به کشورهای خاورمیانه خودداری کنند و اگر در این کشورها قرار دارند به جایهای سیر و دم نروند، حجت و واسطه های علاقه خود را همیشه آماده نگه دارند و منتظر خبری رسمی نمایندگی های تاجیکستان باشند.